سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدین ویدیو. در این ویدیو اومدم آیدی یوتیوبرها رو بهتون بدم و نمره بدیم به اکانت های یوتیوبرها. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه‌ها خب بچی 26/055/78/54 حسین امین هستش که 11 ساعت پیش هم آنلاین بودم. بچه ها اکانت خوبی هیپ هاپ داره و خوب اکانت رتبه نمره 7 از 10 از من میگیره. بریم سراغ آیدی بعدی. لیتس گو. خب بچه ها آیدی بعدی هم برای کنسل آیدیشون رو خورم 10/38/58/43/92. لایکاش 22,234 تا. بعد اکانت خوبیه، شواهری داره، شواهری آبی هم داره. این اکانت از من نمره 5 از 10 میگیره. بریم سراغ اکانت بعدی. لیتس گو. خب بچه ها این هم آیدی مموتیه 11/39/59/95/2. خب وارد Bombombini Gusini, fratello bombardiero crocodilo, che svolge tutte le stesse funzioni del fratello. Bello, 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 un bino. این اکانت از من نمره 7 از 10 میگیره. این سراغ اکانت بعدی. AM6 49/85/79/023. کاراکتر دختر داره، نمیدونم برای چی. تو پروفایلش هم هیچ نیستش. اینجا نمیشه ایران. گانا هم که گان لبلی ها رو داره. این اکانت هم نمره 4 از 10 از میگیره. این سراغ اکانت بعدی. بچه های اکانت مستر وان شات بوده که فکر کنم این 2 روز پیش ویدیوش اومده که میخواد خداحافظی کنه از یوتیوب و فری فایر و اینا. برای همین الان اکانتش زدین فروخته انگار. اکانت خودش هم هست و نوشته میموز ستور. همون اکانت. بله سوالات هم اکانتش فروخته. و این اکانت که 10 از 10 چون هیپ هاپ ساکورا و الیت 3 رو داره. ممنون که تا اینجا ویدیو دیدین. ممنون میشم ویدیو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعد. چاکس. فعلا.